عبدالسلام قربانیان سابق وزیر مالیه تاجیکستان در سن 62 وفات کرده است. مراسم نماز جنازه او روز 21 ایول در زادگاهش ناحیه دنغره برگزار می شود. درباره فوت عبدالسلام قربانیان وزارت مالیه تاجیکستان در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد. رهبریت و هیئت کارمندان وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان از مرگ نابهنگام سابق وزیر مالیه قربانیان عبدالسلام کریم سخت اندوهگین بوده. در این روزهای وزنین و سنگین به اهل و عائله و نزدیکان و پیوندانش صبر جمیل خواهانند گفته می شود در نامه تسلیت وزارت. ولی درباره علت مرگ عبدالسلام قربانیان وزارت مالیه چیزی نگفته است. عبدالسلام قربانیان از ماه نوامبر سال 2013 تا اول سال 2018 بیش از 4 سال وزیر مالیه تاجیکستان بود. او بعد از ماجرای به شرکت امید 88 دادن قریب 170 میلیون سومانی از پول سهمیه های ساختمان نیروگاه روغون که اداره این مبلغ در اختیار وزارت مالیه قرار داشت از مقام برکنار گردیده دیگر به یگان منصب بلند تعیین نشد. عبدالسلام قربانیان 9 فوریه سال 1959 در ناحیه دنغره به دنیا آمده. سال 1982 دانشکده پلیتکنیکی تاجیکستان را با اختصاص مهندس ساختمان، سال 1999 دانشکده انداز و حقوق را با اختصاص اقتصادچی و سال 2010 اکادمیای خدمت دولتی وابسته به پرزیدنت روسیه را با اختصاص مالیه، انداز و قرض ختم کرده است. او از سال 2006 تا 2013 در مقام سردار دیرکسیای ساختمان دستگاه پرزیدنت کار کرده. ماه نوامبر سال 2013 به مقام وزیر مالیه تعیین شد و تا سال 2018 عضو حکومت بود. عبدالسلام قربانیان با اردن شرف درجه 1 سرفراز گردانیده شده است. از او 4 فرزند باقی ماند.